10 دقیقه ورزش کالری سوز و حرکات شکم رو میخوایم با هم داشته باشیم که هر حرکت رو 45 ثانیه انجام میدیم با 10 ثانیه استراحت در یک ست. اما پیشنهاد من اینه که برای نتیجه گیری بهتر تو میتونی این تمرین رو داخل خونه 2 بار در هفته در 2 ست اجرا بکنی. اگه برای اولین باری که این ویدیو رو کلیک کردی و تازه وارد کانال شدی، بهت خوش آمد میگم. من گیلدا هستم، مربی ورزش و تناسب اندام از آکادمی فیتنس و آروبیک آمریکا و اینجام که بهت کمک بکنم در زمان کم با حداقل امکانات به اون تناسب اندامی که توی ذهنت داری برسی. پس حتما این کانال رو سابسکرایب کن، این ویدیو رو برای دوستات بفرست که جمع ما بزرگتر از دیروز بشه. اگه آماده‌ای که بریم این تمرین خوب رو با هم شروع بکنیم. میدونم الان آماده یا حاضر که خودت رو روی متت پیدا بکنی، کامل روی پشت مهره به مهره بیا پایین. هر حرکت رو میخوایم 45 ثانیه انجام بدیم با 15 ثانیه استراحت. حرکت اول سعی میکنی که نوک انگشتان دست رو به سر زانو نزدیک کنی و خیلی آرام و شمرده دست رو به بالای سرت بکشونی بدون اینکه خیلی کمرت قوس پیدا کنه. بریم 3 2 و 1. آرام و شمرده نفس میکشی. آفرین. دست راست رو بذار روی زمین، پای راست کامل به سمت بالا. سعی میکنی که دست و پای مخالف رو به هم نزدیک کنی، کامل شکم اینجا منقبضه. بازدم انجام میشه و با دم دوباره بدون اینکه کمرت قوس پیدا کنه دست و پا رو میکشی به سمت بیرون. دم اینجا و بعد بازدم. دو، 1 و یک کوچولو استراحت. قبل از اینکه سمتمون رو عوض کنیم بکشون خودت روی حرکت پل، شکم کامل توی کمی باسن رو بکشون به سمت بالا. استراحت کوچیکی داشته باش. حالا دست و پا رو عوض می‌کنیم. کامل پشت روی زمین چسبیده است، دست و پای مخالف به سمت بیرون و بعد کشش. دم اینجا و بعد بازدم. اصلا نفس رو توی سینه حبس نکن. یک کمی شانه از سطح زمین جدا میشه. یه استرچ خوبی هم پشت همسترینگت داری، ولی اصلا قوز نکن، پشت رو گرد نکن، نگاهت به سقف باشه و ادامه بده. یه استراحت کوچیک داشته باشیم، مخصوصا به گردنمون و شونه هامون. دستا رو در کنار خودت پیدا کن. پاها زاویهش 90 درجه است، اینجوری شلوولی نیست. زاویه انکل یا مچ پاتم قائم نگه دار. 1 leg kick outside. قشنگ لور ابزت روش فشاره. تا اونجایی که میتونی پاشنه رو بکشون به سمت زمین یا میتونی کیک بکنی به سمت سقف اگر خیلی قوس کم داری. ثانیه دیگه. Come on, keep going. و یک کوچولو استراحت. هر جا خواستی استراحت کنی بکشون خودت روی
حرکت پر. حرکت بعدی پاها رو میکشونیم کامل به سمت آسمان که من مطمئنشم کمرت روی زمین چسبیده. یه کوچولو شونه رو از سطح زمین جدا میکنی و سعی میکنی که دستا رو بکشونی به سمت نوک انگشتان پا، انگار که یه دونه طنابی رو از بالا گرفتی و میخوای بکشونی به سمت پایین. قشنگ ریچ آپ، برو به سمت بالا و بکشون طنابه رو کامل به سمت پایین. کمتر از 30 ثانیه کامل توی عضلات بالای شکمت احساس میکنی. یک کوچولو استراحت بدیم به خودمون. همین حرکتی که داری، میکشونی زانو رو به سمت سینه، پای مخالف در واقع موازات سطح زمین میشه. Bring the knee to the chest. قشنگ زانو رو بکشون به سمت سینه و هر وقت که آماده بودی عوض کن. هم استرچ میکنی پاها رو و هم کامل روی عضلات شکم کار میکنی. اگر حس میکنی خیلی اینتنسه، روی گردن تو شونه فشاره، ایتس اوکی، یک کوچولو بیارتش پایین، یک کوچولو استراحت کن و بعد هر وقت که آماده بودی دوباره برگردون و کشش زانو به سمت سینه یا بینی رو داشته باش. ده ثانیه دیگه. You got this. و استراحت. حالا حرکت بعدی دوباره کمی به آپر بادیمون استراحت بدید. دستون رو بیار در کناره، پاها دوباره 90 درجه است، پشت روی زمین چسبیده. میخوای کامل بکشونیم زانوها رو به سمت راست، برمیگردیم مرکز و بعد زانوها رو میکشونیم به سمت چپ. فقط ساید ابزته که اینجا داره بهش فشار میاد. کنترل کن نفس کشیدن تو، ابزت رو کامل کنترل کن. اینجا خودت منقبض کن عضلات شکم رو. کامل داریم تو عضلاتمون حس می‌کنیم. خب حرکت خوب بعدی، میاری دوباره دستا رو پاها رو به صورت 90 درجه، این دفعه دست ها هم بهش اضافه میشه. حرکت قشنگ ددبار انجام دادی قبلا میدونم، کامل بکشون دست و پای مخالف رو به سمت بیرون. حالا برای پروگرشنش، برای اینکه یکم میخوای ادوانس تر کار بکنی، میتونی شانه ها رو از روی سطح زمین جدا بکنی. سعی کن که زاویه پا قائم بمونه، اصلا پاشنه نیفته به سمت بازن. هر جا خسته شدید تو شانه ها رو بذاریم سمت زمین. خب حرکت آخر، حرکت خوب پادوچرخه عزیزمون که من میدونم تو با انجام این حرکات حداقل 3 روز توی هفته کاملا توی ویست، توی کمرت احساس خواهی کرد که یه کمی کم شده، شلوار جینا اندازت شده. بکشون کامل زانو رو به سمت زانوی مخالف به سمت آرنج مخالف و کیک کن پا رو به سمت بیرون. نفسم بکش، لبخندم بزن. میدونم که تو قبل تر اون چه که هستی که داری فکرشو میکنی. تموم کنیم این ورزش خوبمون رو. ده ثانیه دیگه کامل کنم. من جای کوچولو پاز بزنم. به هر حال باید استرچ ها رو انجام بدیم.
پا رو بکشون به سمت بیرون، دستا به سمت بیرون. ایتس اوکی که الان یه آرش کوچیک، یه گودی کوچیک ایجاد شده. اوکیه. نفس بکش، شکم کاملا باز میشه. بکشون زانوی پای راستتو به سمت خودت، پاها ریلکس و بعد هر وقت آماده بودی سمتتو عوض کن. خودو در حالت نیمه نشسته پیدا کن. شکم توی، تلوانت به سمت پایینه و سعی میکنی که دستا رو به سمت نوک انگشتان پا نزدیک کنی. آفرین به تو که این تمرین رو تا انتها با من همراه بودی. همونطوری که بهت گفتم برای نتیجه گیری بهتره که این تمرین رو در 2 ست و 2 روز در هفته با من تکرار بکنی. یادت باشه که از حس خوب خودت داخل کامنت برام بنویسی و بهم بگی دیگه روی کدوم قسمت‌های بدنت بیشتر و بهتر میخوای کار بکنی. پس حتما این ویدیو رو لایک بزن و برای دوستات بفرست تا اونها هم به جمع بپیوندن و بتونن توی خونه با تو ورزش کنن. تا برنامه دیگه، یه تمرین و یه ورزش دیگه همینجا روی همین متن. فعلا خداحافظ.